آجه باشنده در مورد یه 8 رشته قنات بگوش که ثبت بیتگن، ثبت ملی شما چه کارهایی انجام داده؟ کدی شما شروع کتا یه کار و یک قنات مربوط به چه دوره ایه؟ یک قنات نامه هم بگیر پگندو کام ارجع لگا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگان عزیز. این قنات 8 رشته قنات محوطه 8 رشته قناتی که سرکند شهرستان که سرکند 160 رشته قناتی هستین. چه 160 رشته قناتان 8 رشته قنات انتخاب کرده به عنوان تمدن قنات شهرستان قصران ثبت ملی کردن و برای ثبت ملی تقریبا حدود 5 سالی بیت که پرونده می دستا بوده تو پرونده تکمیل پرونده انگتاد یک دوران رابطه پایتخت و پدا به ایراد گرفته برگشت داده تو پدا اصلاح کردن تو رای دادن. تقریبا زمان 5 ساله طول کشیده که این قنات به ثبت ملی برسند. نام 8 رشته قنات عبارت از قنات نجنش، قنات مدیکن، امام آباد، استراباد، نوآباد، معتاجکن، سوردو و کرکدان که همین مسترین قنات ما شما دوکا هستیم اشتادگین و جا داری که بساب در طول 5 سال کسانی که ما را حمایت اکتاد همراهی بودن ما را بینایت همراهی اکتاد فرمانداران شهرستان بودن، فرماندار حال جناب مهندس سایگانی قبل از آیای مهندس پاکندیش که زحمت های بی شایبه په ما همکاری و زحمت کشیدت قبل از آی مهندس میر بودد پیسر های خانون ریگی دیگه زبان زده هم خاصه که استارت کار اولی ما با همراهی خانون ریگی جتت و بعد اداره کلات خود مدیر کلات تقدیر و تشکر کنه که ماتای بی شایبه به گمار انجام دادت و خیلی وسواس بودت برشان ثبت کنگشان و به حساب معاونین یا دکتر کلانوری بوده اولات بعد مهندس عدنان حسینی بوده که خیلی زحمت کشیده بینهایت و ما بعد جناب مهندس ارباب نیا بوده های همینطور و همین دابخت بینهایت زحمت کشیده ما بعد خانم مولا الهی بوده بنده خدا گما زحمت کشیده تو بعدم دکتر کلانوری بوده. مربوط به چه دوره ایه؟ آزه چطوره؟ قنات مال دوره آل بویه گوشن چون باستان شناس که حتی دیواره قنات چه 4 تگنت احتمال دارن که مال دوره آل بویه و 900 تا 1100 سال خدمت این قنات ها هستن. 900 تا 1100 سال پیش یعنی با دست کندکاری بودتگن و مثلا تقریبا یک تو چمی باستان شناسان قناتان نگاه که مثلا این قنات مشابه قنات یزد هست که حتی 4 تا که کجا نیمه آب هستیم و محل عبور آب کجا گونش تو بروتین تقریبا مشابه ما قنات یزد هست. توی 8 رشته قناتی که شما نامگه چند هکتار زمین آبیاری کنه؟ این تقریبا 12-13 هکتار زمین پایینده زمین نزدیک پایینده شروع بیتین و بهترین با کیفیت ترین برین شهرستان می همین قسمت این که همین 8 رشته قنات آبیاری کردین. کلا این قناتان پایینده است رو برنج کشک بی؟ تمام برنج کشک بیتین، شبدار برسی کشک بیتین، نخل درخت خرما هستین، گندم کشانتین، بلکه اکثرا برنج کشانتین اکثرا. نگین سبز بلوچستان که گوشنتی که سر کردن یکی چه علتان یمی 8 رشته قنات که پایینده است کلا عین نقاشی یک بوم نقاشی که سرسبز و تمیز و جالبه. کسر کنده وقتی شهر تو کا چون کان هستن تقریبا شهر تو کا نه شهرستان مرکز شهر کسر کن 22 کان هستن و بلوچی شهران تو کان بار ذکر بود که 22 کان مرکز شهر کسر کن هستن. شهرات تو نه بگوشه؟ من نه متاسفانه من یاد نه از ذهن نیست یاد نه ولی ما چو اشکتا یه چیزو که شما بلادتر و پیشن چه دیاری است که پر از پیش و پتار است بنگر به کسرکند که پر از انب و انار است. گیرا چه مجال است به شهر کسرکند آن را 2 جو است و این را 2 دادو. هنچین وجه؟ 2 دقیقا 22 امیدواریم دقیقا. دیگه گپ پیترانی بری سلامتی ما تمام بینندگان و شنوندگان عزیز درخواست اینه که جمعه ملکا دیدن بکنن تیم و چه منطقه گردشگری بکر این قنات انشاءالله آینده نزدیک مراسمی بابت ثبت قنات 8 رشته قنات گرگ بیتیم و استارت کار قنات کرکدان که همی کنی برای ثبت جهانی به یک استارت جنگ بیتیم چون این قنات کرکدان ظرفیت ثبت جهانی هستین که کل کشور جمهوری اسلامی ایران 11 قنات ثبت جهانی هست که بنده خدا یا 6 دان انجام دادن تو آقا بنده خدا مایار تعداد و یا دید خیلی ناراحت و 6 رشته قناتی که من ثبت جهانی کردن 3 دانه به گرد پای قنات نرسید.
برامش چیه شنتوکا؟ برامچی که هستین خفاشی مجا اما همون ما مش میاموکین اشتوکا هستین ولی من تا چینی نه بیازاری چینی کرنایی هست تو بیازاری اموکید ساک بازه کانون توکا؟ کنن تو که اموک سک بازنی او ولی آزار اذیت هیچ نکنن میمانی مسافری مردمی که رو تو وقت اذیت آزار نکنه فقط می صدای هستین بس کسی لوتی بروی کانه توکا آخر تقریبا 4 متر بی تقریبا 250 تا 300 متر بیتین غار نمونه ایندرو نه؟ مثل غار نمونه اینو هر 5 6 متر یا دالانی هستینی تو بساب هم هوا تخلیه بیتین هم برای لایروبی بساب چند لایروبی کنن برای لای روبی دیگه مشکلی نیه دیگه کشاورز هر سالشون تو لای روبی بکنن. نه جهاد کشاورزی حمایت کردن کشاورز خود حمایت کردن الان ثبت میراث بودن یه درصدی میراث هم کمک کردن لای روبی ببندن ان شاء الله که چنبری یا به بعد اتفاق شرعی رخ دادن برای قنات‌ها.